خب، چطور میتونیم یاد بگیریم مثبت‌تر فکر کنیم؟ مثل یاد گرفتن یه مهارت جدیده. تمرین میخواد. هر روز تلاش کردن میخواد. اما کارهای ساده‌ای هست که میتونیم انجام بدیم. این کارها میتونن به ذهنمون کمک کنن. میتونن بهمون کمک کنن که اون حس مثبت رو بسازیم. مثل تمرین‌های کوچیک برای مغزمون هستن. به چیز خاصی نیاز ندارید. فقط به کمی از وقتتون نیاز دارید. و یه آرزو برای اینکه حس بهتری داشته باشید. این قدم‌های کوچیک میتونن یه تغییر بزرگ ایجاد کنن. یه راه خیلی خوب تمرین شکرگزاریه. این یعنی چی؟ یعنی فکر کردن به چیزهای خوب توی زندگیتون. هر روز سعی کنید به 3 چیزی که بابت اونها شکرگزار هستید فکر کنید. شاید یه روز آفتابی باشه. شاید یه حرف مهربون از یه دوست باشه. شاید یه فنجان چای خوب باشه. یا غذایی که میخورید. اگه دوست داشتید اونا رو بنویسید. وقتی روی چیزهای خوب تمرکز میکنیم، ذهنمون حس سبکی میکنه. کمک میکنه ببینیم که حتی توی زمانهای سخت هنوز خوبی وجود داره. یه راه دیگه تغییر گفتگوی درونی مونه. این اون صدای کوچیک توی سرمونه. بعضی وقتها این صدا چیزهای منفی میگه. مثلا من به اندازه کافی خوب نیستم. یا این هیچ وقت درست نمیشه. وقتی این صدا رو میشنوید، سعی کنید متوقفش کنید. سعی کنید کلمات رو تغییر بدید. به خودتون بگید من دارم تمام تلاشم رو میکنم. به خودتون بگید من میتونم از این یاد بگیرم. این مثل این میمونه که یه دوست مهربون برای خودتون باشید. با مهربانی با خودتون صحبت کنید. خودتون رو با کلمات خوب تشویق کنید. همچنین میتونید سعی کنید مشکلات بزرگ رو به قدم‌های کوچیک تقسیم کنید. بعضی وقتا یه مشکل خیلی بزرگ به نظر میرسه. غیر ممکن به نظر میرسه. اما اگه اون رو به تیکه‌های کوچیک تقسیم کنیم، آسون‌تر میشه. روی یه قدم کوچیک تمرکز کنید. و وقتی یه قدم کوچیک رو تموم کردید، به خاطر اون حس خوبی داشته باشید. موفقیت‌های کوچیکتون رو جشن بگیرید. این به شما نشون میده که دارید پیشرفت میکنید. اعتماد به نفستون رو میسازه. باعث میشه احساس توانمندی کنید. به ذهنتون نشون میده که دارید قدم به قدم پیشرفت میکنید.